همه‌اش به وجدان شما است. برادر را کشتند، جبردیده را کشتند، دخترچه را دزدیدند. حادثه وحشتناک کشتار یک مرد و ربوده شدن دختر 2 ساله در شهر تلگر ولایت المعطا در سرخط رسانه‌های قزاقستان قرار گرفت. مرد برادر همخوابه سابقش را با 2 ضرب تیر کشت و دختر 2 ساله این زن را ربود. آن لحظه در خانه من 3 کودکم و خواهرزاده‌ام بودیم. او محض برای او آمده بود. کودک خواب بود. هیچ مردی در خانه نبود. طلب دارم که برایش حکم ابد دهند. شوهر من سگ نبود که او را با چنین شیوه در کوچه کشت. گمانبر در کشتار و گروگانگیر نتوانست دور فرار کند. ماشینش بر رودخانه افتاد. دخترچه مجروح شد. مرد را دیرتر بازداشت کردند. وکیل خانواده جبردیده گفت که این مرد با مادر دخترچه پیشتر زندگی یک جای داشتند، ولی پس از جدا شدن زن را تجاوز کرده این لحظه را به نوار برداشته است. این زن به پلیس از این حالت شکایت کرده بوده است، ولی آنها چاره ندیدند. در دادستانی المعطا گفتند که نسبت به کارمندان پلیس برای به داد این زن نرسیدن پرونده جنایی باز شده است. روز 6 سپتامبر دادستانی ولایت نسبت به بیعملی کارمندان میلیسه تلگر که وظیفه خود را برای بازداشت گمانبر تجاوز به ناموس اجرا نکردند که این بعداً باعث کشتار و گروگانگیری شد، پرونده جنایی باز کرد. پرونده را دادستانی پرونده‌های مخصوصاً مهم پیش میبرد. از روند تفتیشات خبر میدهیم. در یک سال اخیر بار دوم است که در تلگر کشتار روی میدهد. ماه اکتبر سال گذشته در زنازنی گروهی شیرزاد بولت نورس 16 ساله کشته شد. ماه ایول 9 نفر را با اتهام دست داشتن در کشتار این نورس به سالهای گوناگون زندانی کردند.